درود نثار تک تک بیننده های عزیز، امید جور صحت سلامت باشید. دوستای نازنین، من امروز میخوام کمکی کباب شامی آماده کنم. البته روی زغال یا گریل نی در داخلی داش آماده میکنم. خدا کند که تا آخر همراه ما باشید و بیننده باشید و مرا حمایت کنید. تشکر از تک تک شما دوستان. البته این موادی است که من به همراه گوشت همگی مواد مخلوط میکنم و یک جای میمانم بر 1 ساعت. خوب صحیح تمام مواد به خود بگیره گوشت. دوستان نازنین، من مرچ، نمک، تخم گشنیج، زیره، مرچ سیاه و همچنان زردچوبه را بالای گوشت یک جای کردم. اینالی رومی و پیاز و سیر و 1 عدد مرچم از ماشین سلاته میکشم و با گوشت یک جای مخلوط میکنم. دوستا پیاز و رومی و 1 عدد مرچ و سیر و یارم از ماشینک سلاته کشیدیم، خرد کردیم، بالای گوشت انداختیم. اینالی تقریبا 4 الی 5 قاشق روغنم بالایش اضافه میکنیم و خوب مخلوط میکنیم. بس از به می اندازه خوب ایره امرای دست مخلوط میکنیم دوستا که امی گوشت همه مواد به خود بگیره و بعد از او به مدت 1 ساعت میمانیم. بعد از او پخته میکنیم. اینالی دوستا گوشت خوب صحیح مخلوط شد. به مدت 1 ساعت میمانیم که خوب صحیح طعم گوشت و مواد یکی شود. اینالی دوستا من امی گوشت در پتنوسی داش کاغذ روغنی یا کاغذ ناسوز ماندیم در روی امی پخش میکنم و جدا جدا به مثل کباب شامی جور میکنم. اینو دوستا در ابتدا قسم خوب صحیح امی گوشت در روی پتنوس پخش میکنیم به 1 سایز، به 1 اندازه. باز بعد از او به همراه امی دوستمان ایتو به شکل کباب شامی جداش میکنیم. دوستا به قسم اینو قسم جدا میکنیم همشه. با این برابر باز این آلی ریا که ایتو جدا کردیم ایتو شکلش هم به همراه انگشتمان ایتو شکل میدیم. دوستا ایتو شکل میدیم. باز بعد از اون داخلی داش میمونیم. باقیش ما به همین شکل جور میکنم، داخلی داش میمونم. باز بعدن با هم دیگر میبینیم. این دوستا داخلی پتنوس یا قالب امی کباب شامی را آماده کردیم، دیزاین دادیم. اینالی کمکی امرای برس رویش هم روغن میکنیم و داخلی داش میمانیم. دوستا ما چون فعلا مسکه پختنی در دسترس نداشتم، به امرای روغن و یک کمی او زعفران یا مخلوط میکنیم. اگر مسکه می بود مسکه بسیار مزه و طعم خوبش میداد به گوشت. امتو چرب میکنیم روشه، داخلی داش میمانیم و سرخ شود. مسکه تمیمی کباب بسیار خوبش میکنه. چون فعلا من مسکه در دسترس نداشتم، خیره روغنم جو کاری مسکه را میکنه. اینالی دوستا داخلی داش به درجه 200 میمانیم. آیسته آیسته خوب پخته میشه. دوستا یم از کباب شامی که من امروز آماده کردم به این اندازه آماده شده و نوش جان میکنیم. جای شما خالی. دوستا تا آخر بیننده باشید. دوستا کبابی که آماده کردم به همراه برنجی کمکی پلاو زرش پلاو نوش جان میکنیم. جای شما خالی. شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. به خیر و خوش، شاد و موفق باشید. این از زرش پلاو و کبابی کوبیده یا شامی کبابی داخلی داشت. الله یار و مددگارتان.